هرچی تو میگی، همونی که تو میگی، اونی که تو میگی خوبه. اونی اگه باور داشته باشی ما، نه اینکه فقط حرفشو بزنیم. رفیق اونی که تو مقدر میکنی اونو من قبول دارم، اون قشنگه. اونی که تو میگی شاید قبول شدن منه، شاید قبول نشدن منه، شاید 10 شدن منه، شاید 10,000 شدن منه. اونی که تو میگی من چه میدونم پس فردا چی واسم خوبه. من چه میدونم من الان بشم مثلا رتبه 5، از کجا معلوم 2 ماه دیگه منو به عنوان رتبه 5 بخواد تقدیر کنم ازن دعوت کنن صدا و سیما، من باشم برم صدا و سیما، دم در صدا و سیما ماشین بهم بزنه بمیرم. کی میدونه؟ کی میدونه خوب چیه؟ کی میدونه پایان خوب کیه و چجوری رقم میخوره؟ معلومه که منو تو نمیدونی. باید با کمال میل، با خلوص قلب، یا هرچی تو بگی همونی که تو میگی خوبه. من تا اینجاشو اومدم دیگه، هرچی تو میگی. ما نمیفهمیم خوب و بد چیه که بچه من.